من یادگیری زبان انگلیسی رو از صفر شروع کردم و توی کمتر از 3 ماه 90% مطالب رو یاد گرفتم. چطوری میتونیم بدون زجر کشیدن زبان یاد بگیریم؟ چطوری میتونیم چند تا زبان جدید یاد بگیریم همون جوری که زبان مادریمون رو یاد گرفتیم؟ توی این ویدیو من میخوام یه کار عجیب غریب انجام بدم که کسی تا حالا انجامش نداده. من 100 نفر رو از بین کسایی که واقعا دنبال یادگیریان انتخاب میکنم و به صورت تخصصی باهاشون زبان کار میکنم تا سطح زبانشون رو به 70 تا 90% اونم به صورت مجانی برسونم و نتایجش رو هم براتون میذارم تا خودتون ببینید که واقعی بوده و هیچ حرف الکی پشتش نیست. ما همیشه معتقدیم که آدمای تنبل همیشه راه آسون رو برای انجام دادن کار سخت پیدا میکنن و من اون راه آسونه رو پیدا کردم. واقعا کی گفته انقدر باید زجر کشید تا زبان یاد گرفت؟ چیزی که انقدر مبحث شیرینیه. واقعا چرا ما رو انقدر از زبان زده کردن؟ چرا انقدر از زبان متنفرمون کردن؟ اگه دقت کنین بچه‌ها بدون ذره‌ای تلاش کردن زبان یاد میگیرن و اینم میدونی بچه‌ای که میخواد شروع کنه به حرف زدن تلاش نمیکنه گرامر یاد بگیره، ماضی بعید یاد بگیره، حال استمراری یاد بگیره. اصلا ناخودآگاه 2 سال اول زندگیش فقط داره گوش میده اون بچه و بعد اون 2 ساله که از پدر مادرش تقلید میکنه و شروع میکنه به حرف زدن. دیگه این بچه به این فکر نمیکنه که آیا الان این جمله‌ای که من میگم درسته؟ آیا فرمت جمله من صحیحه؟ گرامرش درسته؟ و اما قدم اول برای یادگیری زبان اینه که شما باید هر روز خودتون رو در معرض زبان انگلیسی قرار بدین. یعنی شما میتونید بدون اینکه تلاش کنید، بدون اینکه زجر بکشین و خودتون رو مجبور کنین که بشینین پشت میز و ساعت‌ها دنبال کلمه تو دیکشنری بگردین. کافیه فقط به صورت ناخودآگاه در معرض اون زبانه باشین. مثلا پادکست بذاری و در طول کارهای روزمره‌ای که داری انجام میدی بهش گوش بدی و گوشتو به شنیدن زبان جدید عادت بدی. البته فرقی نمیکنه حالا این پادکست باشه، آهنگ انگلیسی باشه، فیلم و سریالی که دوستش داری باشه، هر چیزی که باهاش حالت خوب میشه پلیش کن و گوش بده. چون اولین مرحله یادگیری گوش دادنه. شما با گوش دادن ذهن تو به یادگیری زبان جدید عادت میدی. و اما قدم دومین مرحله اسپیکینگ یا صحبت کردن و مشکل اصلی ما دقیقاً همینجاست. خیلی ما شاید تمام روش‌های دنیا رو امتحان کردیم تا بتونیم صحبت کنیم اما نتیجه نداده. و مشکل اصلی منم اون موقعی که بیشتر کلمات فیلم و سریال رو میفهمیدم این بود که اصلا نمیتونستم به زبونم بیارم، نمیتونستم باهاش جمله بسازم. و اینجا من یه روشی رو کشف کردم. دیدین؟ روش شخصی سازی. روش شخصی سازی اینجوریه که هر کلمه ای رو که یاد میگیری ببرش توی زندگی خودت. چطوری؟ مثلا صبح که بیدار میشی و میخوای کاری که انجام بدی رو بنویسی، شروع کن به انگلیسی بنویس. حتی به غلط، حتی چرت، حتی مزخرف. مثلا دوش گرفتن، بیدار شدن، حاضر شدن، صبحونه خوردن، به انگلیسی بنویس و هر کدومی که بلد نبودی فقط با یه سرچ ساده هم یادش میگیری هم میمونه توی حافظت. و مورد بعد این که کم کم گفتگوهای ذهنی که با خودت داری سعی کن به انگلیسی تغییرش بدی. با خودت توی خونه به انگلیسی صحبت کن. حتی اگه بدونی جمله بندیت کاملا غلطه و اصلا شبیه انگلیسی حرف زدن نیست، اما ایرادی نداره. بچه‌ای که شروع میکنه به حرف زدن چندین بار اشتباه تلفظ میکنه ولی کم کم تصحیحش میکنه و یادش میگیره. اگر به خودت اجازه اشتباه کردن ندی، هیچ وقت، تاکید میکنم هیچ وقت، انتظار یادگیری زبان جدید رو نداشته باش. و اما مورد بعدی، هوش مصنوعی اپ‌هایی هست که خیلی توی صحبت کردن کمکت میکنه. مثلا همین چت جی پی تی واقعا توی مکالمه خیلی به من کمک میکنه و کلی میتونی کلمات جدید ازش یاد بگیری. شاید وسط این ویدیو بگی که ببین من هیچی از زبان متوجه نمیشم، من چجوری خودم رو در معرض زبان قرار بدم؟ یکی از راحت‌ترین روش‌هایی که شما رو زودتر به هدف یادگیری زبانتون نزدیک میکنه اینه که لغت یاد بگیرین، اما نه به هر روشی. خیلی میرن کتاب لغت میگیرن و هر روز مثلا 50 تا 60 تا لغت یا حتی بیشتر حفظ میکنن و باید بگم که هیچ کسی با این روش حفظ کردن
به جایی نرسیده. حتی خود من. و راهکارش هم خیلی ساده است. لغتی که میخوای یاد بگیری باید داخل متن و جمله یادش بگیری و اینطوری همیشه توی ذهنت میمونه که این لغتی که من خوندم با چی، کجا و چطوری استفاده میشه. خیلیامون لغت بلدیم اما نمیتونیم صحبت کنیم، نمیتونیم جمله بسازیم باهاش و دلیلش همینه. و اما خلاصه بندی، هیچ وقت از اشتباه کردن نترس، چون هر اشتباه یه قدم تو رو به سمت یادگیری زبان سوق میده. هر چقدر تمرین کنی، اشتباه کنی، بیشتر یاد میگیری. یادت باشه با خودت مکالمه انگلیسی داشته باشی، حتی چرت و پرت و در مزخرفترین حالت ممکن. اوکی؟ لغت رو داخل جمله و متن یادش بگیر و سعی کن لغات اساسی رو داخل جمله ها بلد باشی. پادکست و فیلم و سریال آهنگی که خودت دوستش داری و حالت رو خوب میکنه پلیش کن و هر روز خودتو با زبان درگیر کن، حتی ناخودآگاه. هر لایک و کامنت شما واقعا کمک میکنه این مسیر برای کسایی که دنبال یادگیری‌اند دیده بشه. شاید برای شما یک کلیک ساده باشه، ولی برای من یعنی یه نفر اونور ویدیو هست که این تلاش منو داره میبینه. و اگه ایده‌ای برای ویدیو بعدی داری واقعا خوشحال میشم بدونم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی.